بازی دنبال می‌کنیم. دقیقه 47 مسابقه ضربه آزاد برای تیم ملی استرالیا. کارنی پشت تو قرار گرفته. بازم سرزنه تیم استرالیا اومدن به محوطه جریمه. سانتر بلند به مرکز محوطه جریمه. این بار دیگه توپ رد میشه از پیران تیم استرالیا و این طرف اومنوفسکی روش اثر میگذاره. سان از ویلشر به تیر اول و بازیکن ژاپن که تو برمیگرده. خود کمک داور هم پرچمش رو بالا برد. هنوز بازی در اختیار تیم استرالیا است که نیمه دوم رو تهاجمی و رو به جلو آغاز کرده. مکه سان میکنه به درون منطقه جریمه، ضربه سر رو هری کیون میزنه. جالب این همه بازیکن ژاپنی هستن اما ضربات سر رو اکثرا پیران تیم استرالیا زدن. یک سانتر بلند دیگه بازم از ویلشر، بازم ضربه سر رو پیران تیم استرالیا میزنه اما کیل خطا کرد. این بار دیگه از دستش ظاهرا استفاده کرده به عقیده داور و داور به نفع تیم ژاپن سود زده. خطا بود آقای مرادی این سن؟ بله، در تعاریف ضربات آزاد مستقیم پریدن روی حریف یکی از مواردی که به درستی داور اعلام خطا کرد. ضربه آزاد رو دروازه‌بان تیم ژاپن میزنه، یعنی کاواشیما. اوگنوفسکی ضربه سر رو میزنه. پشت منطقه جریمه کیهیل، حرکت هولمن، صاحب توپ هولمن. دو تا بازیکن در مسیر حرکتش هستن. ویلشر سانت برای دروازه، روی تیر دو به تیر دروازه میخوره. ببینیم گل شد یا نه. یک صحنه فوق‌العاده بحث برانگیز در قضاوت این مسابقه. کمک داور باید تصمیم بگیره که این توپ گل شد یا نه. فقط کمک داور بازی در این صحنه میتونه تصمیم بگیره که این توپ گل شده بود یا نه. هنوزم که هنوز بازیکن استرالیا یه جورایی دارن میگن گل شده. بر ترتیب تا لحظه دیگه تاثیر آهسته که تقدیم حضورتون بشه معلوم میشه که تصمیم کمک داور این مسابقه به چه حد صحت داشته. توپ از خط به طور کامل رد شده یا نه. ناگاتومو بازم برتری از آن تیم استرالیا است. یه برخورد کنار زمین. این تک ببینیم کارت زرد داره یا نه. اینجا کاملا روی خط دوربین مستقر شده. اینجا که رد نشده از خط. خیلی گل نشده. رد نمیشه. تصمیم فوق‌العاده کمک داور مسابقه. یه جوری مثلا شروع بشه بازیکن استرالیا بگن گل شده. ولی تمرکز عالی کمک داور بازی در این صحنه قابل تقدیر جناب